حالا شده چند تا غذا رو پشت سر هم بخوری و فکر کنی تو معدت چه اتفاقی میفته. من الان اومدم بهت نشون بدم که تو معدت چه اتفاقی میفته. امروز اومدیم که 7 تا طعم فکر می‌کنم سنیچو با هم دیگه طعمای اصلیه، طعمای عجب غریبش پیدا نکردم. فروشگاه 7 محل ما رو آقا یوسف اداره میکنه، زیاد چیز جالبی ازش در نمیاد. اومدیم امروز همه رو با هم دیگه قاطی کنیم و بهتون نشون بدیم که تو معدت وقتی 10 تا سنیج و 7 تا سنیج پشت سر هم بخورید چه کثافتی رخ میده. حتما قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو روشن کن چون کلی ویدیو قراره تو ادامه بیاد و حتما هم اینستاگرام رو فالو کن چون کلی ویدیو خفنم قراره تو اینستاگرام براتون بذارم. لایک هم بزن، اگه خیلی میخوای بهم حال بدی یه کامنت انگلیسی هم برام بذار که یوتیوب بهش تو صفحت بگه انت حبیبی هلو. دمینگ هم بزنید بریم سراغ ویدیو. اول ما چی نیاز داریم؟ به یه عمویی که بتونیم همه سنیچه رو توش بریزیم. 100% عمویی بزرگه ولی خب عمویی کوچیک‌تر نداشتیم. به یک سنگ محک احتیاج داریم. اول با این میخوریمش بعد میریزیمش. بزنید بریم اولیو بریزیم. اول همه با طعم مورد علاقه خودم شروع می‌کنم، پرتقال. و اول بذارید ببینم پرتقالش سنگین هم باشه. آیا فیلم مردم میخوریش؟ نه شده واقعا از پرتقال بدی میده. خب سنگ محک رو اول همه این چرا انگار سوراخش گرفته. ازش بیا دیگه بابا. عمویی اول رو پر میکنیم. البته این عمویی این بود، این سنگ محک بود. چقدرشو بریزیم؟ انقدر به نظرم بسه ها. میخوایم بریزیم تو پارچ دیگه. آره همه رو بریزم. داش این قراره تبدیل به اسهال شه تو معده من. نمیخوام همه سنیچا رو. من که قرار نیست بخورم. تو میخوری کافیه به نظرم. نه عالیه. خب اول هم میخوری؟ قربانه. اول هم پرتقالی که اضافه میکنیم. چی از الان معلومه قراره یه چیزی کثافتی از آب در بیاد. آبیوه دوم آبیوه آناناس که من ازش متنفرم ولی خیلی ها هستن که چی میشد؟ پاینپل میشد. داره پاینپل دوست دارم. خب اون یکی نگاه برادر عزیز من کجا گذاشتم آقا اینا. به تمیزی زیاد چیز نکنید، فکر نکنید چون این خودش یه کثافتیه که میکروب تولید میکنه. اینا دیگه واسه یه سوراخ دیگه این حرفا رو نداریم. عالیه. میوه دوم وارد سنگ محک نصفشو ریختم دیدم اب نداره. آناناس رو اضافه میکنیم. خب بچه‌ها متاسفانه دوچار یه مشکلات فنی پشت صحنه شدیم. شارژ تموم کردیم، استوریج دوربین پر شد، کلا به کار رفتیم ولی خب نداره. این سنگ محک رو دوباره از آناناس پر میکنیم که نصفش هم دادم میز خورد ولی خب نداره. نمیذاریم کنار. پرتقال کم ریخته بودم تازه فهمیدم الان آناناس یه ذره بیشتر ریختیم. پرتقالش کمه دیگه به بزرگی خودتون ببرید. خب بو شاش میده. بریم سراغ یه ذره رنگش رو عوض کنیم. بریم سراغ آلبالو. خب عالیه. قشنگ میدونم چه کثافتی قرار بشه. فشار آلبالو به نظرت از بین همه اینا کدوم رنگ و طعم غالب میشه؟ همه رو یه اندازه ریختی؟ پرتقال از همه کمتره. مثل بدی نسبت به آناناس داره. من میگم مزه انبه چیز چی میشه. گرفتی؟ انبه به نظرم خیلی تو چیز میخوره. حالا بذار این رنگ رو اضافه کنیم ببینیم شاشش خونی میشه یا نه. چه که اون پشت دوربین داره حال میکنه. باجی بچه‌ها یه تم جدید پیدا کردیم به نام 5 میوه به جای 7 میوه. توش انبه و پرتقال و سیب و آناناس داره که همه رو گرفتیم. یه دونه موز توشه به خاطر موز گرفتم. ببینیم این چه کثافتی ازش در میاد. حاجی این خیلی ناس. خیلی این میره تو این اصلا چه کثافتیه. بیا که داری خوب میری. بیا این خود شاشه.
خود شاش آقای سنیچه. چقدر بدمزه است. چه کثافتی. میریم سراغ سیب که یکی از سنیچهای مورد علاقه خودم، ولی الان قشنگ قراره مزه هم بگیره. سیب خدایی خوشمزه است. بچه این شاشش کف کرد. چرا کف داره؟ سنیچ مگه کف داره؟ من نمیفهمم سنیچ مگه کف میکنه. سلام. چی؟ یه دفعه تو اینو بو کن. بریم سراغ انبه. به نظرم منظر انبه غالب میشه. بین میزو به گل دادم. عالیه. حالا بعدش بخوایم اینا رو تموم کنیم که مرض قند میگیریم آجی. اگه اسهال نشیم مرض قند رو میگیریم. دیابت رو گرفتیم آجی. همش داره رنگش بیشتر شبیه به اسهال میشه. آخرین آبیبه، آخرین سندیچ هلو که به نظرم یا انبه یا هلو میشه مزه گوه اصلیه این. ولی آلوالو رو خواهی زد. نه البته بیشتر نریزم، بذاریم همه یه اندازه باشه. چرا کف داره؟ مزه اسپری زیر بغل میده. خب آخرین گوهی که به ترکیب اضافه میشه. میدونی بو چی میده؟ بو استفراغ نوزاد میده. یه همه ریزی میزنیم. آیا فیلم برده آماده ای؟ نه. خب میدونی جالبی کار کجاست؟ من با این شیشه از اتاق برم بیرون، مامانم به عقلم شک میکنه. فکر کنم امشب باید یه ویدیو 24 ساعت تو خیابونم ضبط کنیم. آره کمن. قبل از اینکه من این شاش چند طعمو بخورم حتما چک کن که سابسکرایب کرده باشی و اینستاگرام منم فالو کرده باشی، لایک هم برام بزن. اینا بیلاخ طلایی. سلامتی وجود همتون. اگه اسهال شدم عکس سرم واسهتون استوری میکنم. این چجوریه؟ احساس میکنم که مثلا من این وسط وایسادم، این منم خب، یهو مثلا هلو میاد یه دونه اینطوری میزنه به من میره، بعد از پشت مثلا آناناس یه دونه دیگه میاد اینطوری میزنه میره، بعد اون وسط آلوالو یه دونه میاد اینطوری بهت میزنه. بعد مزه قالبش هم قشنگ آناناسه. آناناس و انبه است. بوی انبه میده، مزه آناناس میده، در اصل بوی شاش میده، مزه انبه میده. ولی خب احساس میکنم که اگه اینو ترکیبات شیمیایی داره که 100% با هم دیگه نباید قاطی بشه. پس این انم برمیگردم سر جاش. پیش هم خوش باشید. مزه گوه میداد، نخورید. فقط میخواستم بگم که اگه برید یه مهمونی چند تا مزه پشت سر هم بخورید، این توی معدتون اتفاق میفته. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. اگه دیدید خبری ازم نشد توی اینستا که اصلا شما نمیفهمید قرار بود ویدیویی باشه و اصلا هیچ دیگه، من مردم با این ترکیب شیمیایی که تولید شد. ولی خب اگه ویدیو رو گذاشتم حتما یاد نره که لایک و سابسکرایب رو بزنی و اینستاگرام هم فالو کنی و چنل رو هم یوتیوب و هم اینستا رو سعی کن به دوستات معرفی کنی که خیلی سریعتر بالا بیایم و سعی کنم که ویدیوهای خفن‌تر و با کیفیت‌تری واسهتون درست کنم. تا ویدیو بعدی، بای.